عشقت سازگاری، من به عشقت سازگاری داشتم دارم منوز، هم ز تو امید یاری ہے داشتم دارم منوز، هم ز تو امید یاری ہے داشتم دارم منوز. من به عشقت سازگاری ہے، من به عشقت سازگاری داشتم دارم منوز، هم ز تو امید یاری ہے داشتم دارم منوز، هم ز تو امید یاری ہے داشتم دارم منوز. چشم شوخ تو مرا در کاسه سراب داد، چشم شوخ تو مرا در کاسه سراب داد، از نگاهت زخم کاری، از نگاهت زخم کاری داشتم دارم منوز، من ز تو امید یاری ہے داشتم دارم منوز، از نگاهت زخم کاری داشتم دارم منوز، هم ز تو امید یاری ہے داشتم دارم منوز، هم ز تو امید یاری ہے داشتم دارم منوز. من به عشقت سازگاری داشتم دارم منوز، هم ز تو امید یاری ہے داشتم دارم منوز، داشتم دارم منوز، داشتم دارم منوز، داشتم دارم منوز، داشتم دارم منوز. سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور صحت سلامت باشین و از شما بسیار تشکری میکنیم که این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش آهنگ بسیار زیبا است که با انتخاب یکی از دوستای ما این ویدیو آماده میشه. در شروع ویدیو از تمام شما نازنین نام بسیار سپاسگزاری میکنیم که این ویدیوها را لایک میکنین و کامنت میگذارین و در مجموع ویدیوها را میبینین. خدا کنه که ویدیوها را شما شیر کنین با دیگر دوستایتان. لطفاً کانال معرفی کنین به دوستایتان که دیگر هم بتونن از این ویدیوها استفاده بکنن. ما یک تشکری بسیار خاص دارم از دوستای ما که ممبرشپ خریدن از این کانال و این کانال مادی همچنان سپورت میکنن. و همچنان دوستای عزیز، اگر شما میخواین درس‌های آنلاین ما را تعقیب بکنین، شما میتونین که ممبرشپ سطح سوم بخرین و در درس‌های آنلاین ما شامل شوین. درس‌های انفرادی هم همچنان ما در نظر دارم و همین حال هم یعنی دوستای ما هستن که ما امرایشان درس‌های آنلاین دارم، شخصی و فردی امرایشان کار میکنم و از اینا بسیار تشکری میکنم که اینا بالای ما اطمینان میکنن و از ما درس میگیرن و ما یک جای خود رشد میدیم. دوستای عزیز، بسیار زیاد تشکر میکنم از شما. میریم و شروع میکنیم. من به عشقت سازگاری داشتم دارم منوز. من نمیفهم دوستای عزیز که امی هنرمند اصلی از امی آهنگ کی است و همچنان در مورد شعرش و کمپوزش هیچ چیزش معلومات ندارم. اگر شما میفهمین دوستای عزیز لطفاً امی انفورمیشن ها بر ما بتین. این آهنگ زیبا در فریجین اسکیل جو شده دوستای عزیز و در این اردو ری استفاده شده. خب ما ایره میخوایم که از امی سی بخوانم. فریجین اسکیل اگر یا راگ بهروی، نوتای راگ بهروی اگر ما از سی بخوانیم چی رقم شکل داره؟ سری گما پا دانی سا سانی دپا مگره سا. من به عشقت سازگاری، من به عشقت سازگاری داشتم دارم منوز، هم ز تو امید یاری داشتم دارم منوز. شما دیدین که اینی ری استفاده شده بود. نرمال در نوتای راگ بهروی میاد، در اسکیل راگ بهروی یا فریجین اسکیل اینی نوت
شامل نیست، اما در این آهنگ برای زیبایی آهنگ اینمی استفاده شده. آهنگ از اینمی سی ماینور کورد شروع میشه و آهنگ از پا شروع میشه. من به عشقت سازگاری داشتم دارم هنوز، هم ز تو میدیاری داشتم دارم هنوز. دوستای عزیز، از من دوستای سوال میکنن، میخواین که من ویدیوها را زیاد کوتاه برشان تهیه بکنم. من کوشش میکنم دوستای عزیز کوتاه باشه، یعنی بعضی وقتا ضرورت است که باید تشریح بدیم و ویدیو طولانی میشه. در موسیقی حوصله و بردباری بسیار زیاد مهم است دوستای عزیز. انترلودش که شما هر چیز میتونید خودتون انتخاب کنین و ما یک چیز انتخاب کردیم. انتری آهنگ از اینمی کورد است، اما سکن انورژن است، یعنی که این دو تا نوت از اینجا رفته 10 اکتاف اینطور. و انتری آهنگ هم همچنان از پش رو میشه. چشم شوخ تو مرا در کاسه سراب داد، چشم شوخ تو مرا در کاسه سراب داد. از نگاهت زخم کاری، از نگاهت زخم کاری داشتم دارم مناز، هم ز تو میدیاری داشتم دارم مناز. همراه یک انگشت. چشم شوخ تو مرا در کاسه سراب داد. فلر. چشم شوخ تو مرا در کاسه سراب داد. از نگاهت زخم کاری، از نگاهت زخم کاری داشتم دارم منوز، هم ز تو میدیاری داشتم دارم منوز. همین تمام آهنگ بود دوستای عزیز. ریتم ای آهنگ دادره می باشه دوستای عزیز. ما میره در دادره مست تمرین میکنیم. من به عشقت سازگاری، من به عشقت سازگاری داشتم دارم منوز، هم ز تو میدیاری داشتم دارم منوز، هم ز تو میدیاری داشتم دارم منوز. من به عشقت سازگاری، من به عشقت سازگاری داشتم دارم منوز، هم ز تو میدیاری داشتم دارم منوز، هم ز تو میدیاری داشتم دارم منوز. چشم شوخ تو مرا در کاسه سراب داد، چشم شوخ تو